سلام به موویای همیشه آماده به کار. این جیگر طلا بروکه که شب خسته و کوفته با زنش رو میرسونه خونه و شوهرش ایوین رو میبینه که حسابی راست کرده و به محض دیدنش میبره بغلش و شروع به مالیدنش میکنه و میگه کجا بودی پس عزیزم، از صبح که زده بالا و دلم میخواد. خسته شدم از بس خودکفا بودم، آماده شو که میخوام امشب حسابی آبیاریت کنم. ولی بروک انبازی در میاره و میگه امشب خستم، بذار شب جمعه بکن دوش. فرداش این پسره لاشی و پرعضله به اسم انزگار رو میبینیم که داره با بروک لاس مجلسی میزنه. شبش بروک و ایوین با دوستاشون میرن بیرون که خوش باشن که سر میز انزگار به بروک زنگ میزنه ولی جوابشو نمیده و براش SMS میفرسته و میگه که با شوهرم بیرونم، بذار از دستش خلاص شم، زنگ میزنم. ای توف توری هرچی آدم خراب و خیانتکار، بگو آمین. وقتی میرسن خونه بروک میز پر از گل رو میبینه و متوجه میشه که ایوین میخواسته اون رو سورپرایز کنه. ایوین 2 پاکت به بروک میده و میگه میخوام ببرمت پاریس که هم بگردی و هم رو به منظره دراز برج ایفل بشینی روش. ولی بروک اخماش میره تو هم. ایوین رو بغل میکنه و میگه خیلی دوستت دارم ولی به خاطر کارم نمیتونم بیام. ای خراب خانم، ما که میدونیم چیه ماجرا. ایوین بلیطا رو برمی‌داره و قهر میکنه، میره تو اتاقش و باسنش رو میکنه به هلوی بروک و میگیره میخوابه. همین لحظه یه دختری به اسم سارا به گوشی ایوین مسیج میده. بروک پیامو میخونه و فکر میکنه که شوهرش داره بهش خیانت میکنه. فرداش که میره گالری پیش انزگار خودش رو لوس میکنه و ازش عذرخواهی میکنه که دیشب جوابشو نداده. انزگار هم یکم دستمالیش میکنه و میگه عیبی نداره، عوضش باید خودتو خوشگل کنی و بیای با هم بریم پاریس برای قرارداد کاری. بروک یکم خودش رو لوس میکنه و طوری رفتار میکنه انگار پاریس ایرانه، ولی چند دقیقه بعد قبول میکنه که با هم برن. وقتی شب میرسه خونه به ایوین میگه که باید چند روزی برای سفر کاری با همکارش انزگار بره پاریس. ایوین آبروغن قاطی میکنه و میگه راستشو بگو، سایزش بزرگتره یا قطرش یا شخصیتش که وقتی من گفتم بریم پاریس قبول نکردی، حالا میخوای با انزگار بری؟ بروک میگه این چه حرفیه عشقم، درسته سایز و عضله و آبیاری اون بهتره ولی تنها دلیلی که به خاطرش دارم میرم پاریس برای قرارداد کاریه. وقتی در حال بستن چمدون بود ایوین میاد که ببینه چیزی لازم داره یا نه که متوجه لباسایی به شدت باز بروک توی چمدونش میشه و میگه امیدوارم سوراختو به باد ندی. ایوین پا میشه میره بار که یکم حالش بهتر بشه که اونجا با این بانوی بلوری آشنا میشه به اسم امی که میاد جلو خودشو میماله به ایوین و سعی میکنه حالی به حالیش کنه. اون ور سر میز پاریس بروک رو داریم که یه طور همه چی انداخته بیرون که انگار برای دادن رفته و میخواد به کل شهر بده. انزگارم که حسابی راست کرده دستشو میذاره روی رونه بروک و مدام میمالتش. فقط کم مونده بود جلوی اون همه آدم و مشتریاشون شروع به آبیاری کنن. همینجا فیلم یه کاتی میخوره که خیلی شخمیه و دادن بروکو به ما نشون نمیدن، انگار که ما میخواستیم با دیدنش کف و خون قاطی کنیم. فیلم میره سراغ ایوین که امی رو برده خونه، داره باهاش حال و هول میکنه. انصافاً هم از زن خودش خیلی بهتره. 2-3 روز بعد زن خرابش از پاریس برمیگرده. حدس بزنین اول این جایی که میره کجاست؟ میره گالری پیش انزگار. نمیدونم آخه این انزگار لاشی چی داره که بروک انقدر از دادن بهش حال میکنه. وقتی میره گالری انزگار بهش میگه چشاتو ببند و تا وقتی بهت نگفتم بازش نکن. بروک هم چشاشو میبنده و منتظر دستور انزگار میمونه. وقتی دستور صادر میشه چشاشو باز میکنه و با چیزی پشم ریزون مواجه میشه. تابلوی لخت خودش تو سایز خیلی بزرگ که هر کی نگاش کنه خیس میشه. بروک کمی سرخ میشه و میگه این چیه؟ کی وقت کردی منو نقاشی کنی لاشی؟ از شانس شاخمیش همین لحظه ایوین میرسه که بهش سر بزنه که تابلوی لخت زنش میخوره تو صورتش. شاکی میشه و دوباره قهر میکنه ولی بروک جلوشو میگیره و میخواد براش توضیح بده که ایوین جلوشو میگیره و میگه چطور میشه بدون دیدن میمی و سوراخات اینقدر دقیق تو رو نقاشی کنه؟ قطعا بهش دادیم. ایوین که با دیدن تابلوی لخت بروک راست کرده بود میره پیش امی و میخواسته بکنه توش که امی میگه من از طرف زنت برای امتحان کردنت اومده بودم که بعد جور توی امتحان ریدی. فیلم فلش بک میخوره به زمانی که بروک توی پاریس داره با امی صحبت میکنه و نقاط ضعف ایوین رو میگه که با هم اوکی بشن، ولی از این طرف خودش هم داره هرس میخوره که انزگار برمیگرده بهش میگه شوهر کیف کشتو ول کن بیا و بپر روش. بروک که حس بدی داشته که خیانت کرده سعی میکنه توجیه کنه، پس میره پیش دوستش و میگه فکر کنم شوهرشم دسته توی دختری به اسم سارا جا میکنه. دوستش میگه انقدر بی بخار نباش، پاشو برو خونش گوشیشو چک کن.
فرداش امی رو میبینه و ازش درباره ایوی میپرسه. امی میگه که شوهرت خیلی دوستت داره و همون یه باری هم که منو کرد مست بود وگرنه عاشقت، قدرش رو بدون. راه میفته که بره سمت خونه که ببینه انسکار و ایوین با هم درگیر شدن و ایوین داره مثل سگ انسکار کتک میزنه. حالا چرا؟ چون انسکار میخواسته ایوین رو دک کنه تا خودش تا ابد بکنه تو سوراخ بروک. بروک خودش رو پرت میکنه وسط و اینا رو جدا میکنه. بعدم سوار ماشین ایوی میشه و با هم میرن. توی مسیر ایوی مدام بروک رو سوال پیچ میکنه و میگه من میدونم تو به انسکار دادی، میدونم دیگه دوستم نداری، که یهویی بروک دست پیشو میگیره و میگه میدونم که بهم خیانت کردی. بروک گوشی ایوین رو بلند میکنه و زنگ میزنه به سارا که ببینه چند بار و تو چه پوزیشنایی با هم ما رو پله بازی کردن. ولی وقتی میفهمه که ایوین و سارا قصد داشتن سورپرایزش کنن، حالش خیلی خراب میشه. فرداش که متوجه گدکاریش میشه، میره خونه ایوین که ازش عذرخواهی کنه، ولی میبینه که ایوین و امی ریختن روی هم و دارن عشق بازی میکنن. شاکی میشه و به امی حمله میکنه و ایوین جلوش در میاد و میگه این تو بودی که ریدی تو این زندگی و دیگه هم نمیتونی درستش کنی. توی سکانس پایانی بروک رو میبینیم که داره فکر میکنه اگه سوراخش رو صفر چسبیده بود و به انسکار نمیداد میتونست توی بغل ایوین خودش رو ولو کنه و زندگی و بچهای قشنگی داشته باشه. ویدیو رو لایک و چنل مووی رو هم سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب چشماتون باشین که ضعیف‌تر نشه.